نازنین بو نمیداد. آقا این دیگه نمیدونست باید چی بگه. من ایزی بگم، من از این مطمئن نیستم از این حرفی که دارم میزنم، ولی احساس میکنم ببین مهیار اونجا هیچ حرف ببین وقتی که تموم شد اومد، بعد نمیدونست باید چی بگه که مثلا چجوری یه ایرادی روی من بذاره. من فکر میکنم این نظر و فکر جاوید بود که اومد بهش گفت بیا بگو یاسمن حالا کثیف بوده، نظافت رعایت نمیکرده، بو میداده، هر چی، به نظر من نمیدونم، حالا که بیا این حرفو بزن خرابش کن. و بعد مهیار اومده اونو گفته، چون مهیار آدم فوق العاده دهنبینیه و قشنگ هر کسی بهش هر حرفی میزنه میگه اوکی. نمیدونم این درسته یا نه، ولی اینطوری فکر میکنم، چون دقیقا خودشم آدمیه که بعد اومد گفت نازنین بو میده. بچه ها دخترها همشون هر روز داشتن صبح دوش میگرفتن، ما هر روز پشت در دوش خوب میدادن، فقط یه دختر بود که یک روز یکم بوی عرق میداد و همین، که اونم دوش گرفته بود فکر کنم، نمیدونم شدم نگرفته بود، ولی نازنین آدم نبود.